دیگه در حدود 4000 تا 5000 تا سمبوسه در روزهای عادی ما میره. در یک روز؟ ماشاءالله. دیگه و در روزهای جمعه کسک و زیادتر میره. بعد پیتزا داریم، خمیر و حساب و کتاب همه چیزی دستاز کارفاتمان. بسیار عالی. خب امور رقم کارو خودم بکنیم که خدای نخواسته پیتزا ها نشده برای شما نشر پخش شود که هیچ چیزش خود پنهان نمونه، حتی بسته کردن مای کما. دونر است، بخش دونر کار. بخش دونر کار. بله، دونر گوشت و دونر ما. گوشت بله. بسیار عالی. اول ترکیبش بر ما بگوین. یک دونر که اگر بخوایم خوشمزه باشه، کالباس داره، هات داگ داره، قارچ داره، بله، پنیر و خمیر داره. بسیار عالی. دوباره خوش آمده. جایی را که میگفتم دقیقا فست فود حامد کابلی است. در این فست فود غذاهای متنوع پیدا میشه. کلا را میگیریم، با شما میریم انشالله و با دوستا صحبت کردیم. تشکر. خب اینی کلا خب یک چیز معمول در تمام رستوران های هرات هست. نه هرات بلکه تمام افغانستان هم جاهایی که ایمنی را و حفاظت و صحت را مراعات میکنن حتما از این کلا می داشته باشه. خب بیاین که بریم به داخل آشپزخانه و ببینیم که در داخل آشپزخانه چند نفر مصروف پخت و پز است و بیشتر در این فست فود چی پخته میشه. استاد سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. سلامت. با ما اجازه است جلوترم بیاییم. خیر ببینید. بسیار زیاد تشکر. اولا که همگی دوستا خسته نباشین، شما و سایر دوستانی که اونجا هستن. همونطور هم آرام معرفی میشیم، هم در رابطه با کاربارتان است تا میپرسیم که چی مدت میشه در داخل این فست فودی مصروف کار هستین و چی ها بیشتر در این فست فودی پخته میشه. سلام علیکم. خسته نباشین. دست دادن نمیتونیم چون دستکش دارین و مسائل بهداشتی باید مد نظر گرفته شود. حساب فست فود دیگه ما تقریبا 12 سال کار فست فود میکنم. بله. الانم که مشغول پیتزا و سوخری و انواع ساندویچ و برگر دستساز 100% گوشت گوساله یعنی شرکتی نداره هستن. برگر شرکتی هم خوب داریم برای کسایی که وزن اقتصادی پایین‌تر و بله. برگر دستساز داریم خالص گوشت گوساله و چیکن برگر داریم فقط گوشت مرغ. بعد پیتزا داریم، خمیر و حساب و کتاب همه چیز دستساز کارفاتمان. بسیار عالی. خب امور رقم کارو خودم بکنیم که خدای نخواسته پیتزا ها نشده. و پیش از اینکه شروع کنم با معرفی لالا شروع کردم با بحث غذا و اینا. آدمی که شکمبو باشه و بیشتر غذا رو دوست داشته باشه معمولا فکرش سر از همون میره. خب هر صورت اسم نازنین تام بر ما بگو که مردم دوستا عزیزانی که میبینید آشنا شوم. برا خورده شما حامد جان خیر. برا گل ما و عزیز ما بزرگوار هستید. حامد جان چی تعداد مشغول هستین؟ چقدر نفر کار میکنن؟ و ساعت کاری شما از چند تا چند شروع میشه و ختم میشه؟ ساعت کاری ما از 7 صبح تا 12 شب به خدمت میکنم. از 7 صبح. جان. بسیار عالی. و چند نفر پرسنل مجموعاً در این بخش کار میکنن؟ 5 نفر. 5 نفر. جان. و شمول خودشون. بله. خب فست فود حامد کابلی چند تا شعبه داره؟ فعلا هم یک شعبه. یک شعبه داره. فعلا یک شعبه ان شاءالله که گزارش میده. ان شاء الله. خب یک شعبه و 2 تا غرفه. بله. بخش سموسه بولانی و سوپ، بخش فست فود. بسیار عالی. خب اینی هم مد نظر بگیریم که فست فود حامد کابلی 2 تا غرفه دارن که یک بخشش مربوط به فست فود میشه و یک بخشش هم مربوط به غذاهای سنتی مثل بولانی، سمبوسه، جرمن رول و چیزهای دیگه. اینی هم از پیتزاهای پخته شده. اینال میپرسیم که این پیتزای چی است؟ این پیتزای مخلوط. پیتزای مخلوط. بله. ترکیبش از چی ها هست این پیتزا حامد جان؟ کالباس داره، هات داگ داره، قارچ داره. بله. پنیر و خمیر دست. بسیار عالی. و قیمت از چند است؟ پیتزای بزرگ است، متوسط است؟ پیتزا مینی 110. پیتزای مینی 110 افغانی. خب اگر یک کس بیه پیش شما و از شما درخواست ازی بکنه که از همون گوشت گوساله خالص بله. یک دانه پیتزا براش بسازین، پیتزا روسپیف داره. خب بازو قیمتش چی رقم میشه؟ قیمت ها دیگه
قیمت پیتزا من خب اینی قیمت پیتزاها از 110 افغانی شروع میشه. پیتزا از 100 روپیه 100 روپیه. جانم. خب 100 160 و 210 اگر تغییر نامده باشه به قیمت ها دیگه. تغییر فعلا نامده. بسیار خوب. و همین رقم لیست از پیتزاها و غذاهای دیگه که در فست فود حامد کابلی ساخته میشه. خب سلامت باشین حامد جان، زحمت کشیدید. خواهش می‌کنم. به این که سمت دوستای دیگه هم بریم، در بخش‌های دیگه هم پرسپال داشته باشیم، ببینیم که دیگه دوستا مصروف چی کاربار هستن و چقدر تلاش کردن برای رسیدن در این جایگاه یا همین کار در کجا یاد گرفتن، دقیقاً همینجا بودن یا در جاهای دیگه یاد گرفتن. خب این لالای ما همینجا هستن. سلام، خسته نباشین. احوال شما خوبین ان شاء الله؟ قربان شما، سلامت باشین. در فست فود حامد کابلی چقدر وقت میشه کار میکنیم؟ البته ما که پیش آمو جان هم فراموش کردیم، درسته؟ ما یکم از آمو جان میگیریم که شما هم روی صحبت کنین. آمو جان زحمت این رو بکشین، خیر ببینیم. ما تلاش میکنیم که تمام برنامه به بسیار گونه طبیعی برای شما نشر و پخش شود که هیچ چیزش خود و پنهان نمونه، حتی بسته کردن مایک ما. خب همراه رفیق ما هم آشنا میشیم و اسمشون رو میپرسیم، در رابطه با کاروبارشون معلومات میگیریم. اینجا استاد شوین. ای خیر ببینید. نام مبارکتان چی است؟ نام مبارک من سید حکمت الله. سید حکمت الله جان. سید حکمت الله جان در این فست فود مصروف کدام کار است؟ دونر است. من بخش دونر کار. بخش دونر کار میکنم. بله، دونر گوشت و دونر مرغ. گوساله. بله. بسیار عالی. اینا ترکیبش ما بگوین. یک دونره که اگر بخوایم خوشمزه باشه، لذیذ باشه، گوشت نرم داشته باشه، یگان تا مسلمان ور دندان نداره. دوست داره که اون دونر که میخوره گوشتش خوب نرم باشه. چی کار باید بکنیم که یک دونر خوب و خوشمزه داشته باشه؟ به خاطر که شما میگید ما مشکل چیزی داریم یا که نرم باشه، سینه رو ما انتخاب میکنیم که شما سینه بکنیم. بسیار نرم است. بله. خیر ببینید. ترکیبش هم کاهو و گرجه و خیارسور و سالاد مخصوص داره و سس مخصوص داره. خیر ببینید. راستی یک سوال دیگه از شما میکنم. یک تعداد هست مثل من. بله. دوست نداره گرجه بخوره یا بادنجان رومی بخوره، کاهو و همین سبزی و ترکاری رو بخوره. بله. باز به جای همون سبزی و ترکاری گوشت اضافه هم میگذارین یا نمیگذارین؟ چرا که نه؟ بله بیشتر. چون همون حق از رو باید بگذارین. باید میگذاریم. چرا میگذاریم؟ خیر ببینید. بیشتر مردم ما کدام طعم دونه را پسند میکنن؟ گوشت استفاده میکنن یا مرغ؟ بیشترین استفاده ما اینجا فعلا مرغ است. مرغ است. بله. این به خاطر قیمت هایش است یا چی؟ به خاطر قیمت هم مناسبه، به خاطر لذت بیشتر. خیر ببینید. نرم هم است. خب او را خب متوجه شدیم که از سینه مرغ تهیه میشه. دونر گوشت شما چی رقم است؟ از کدام قسمت گوشت؟ گوسفند از گاو از گوساله است؟ راسته گوساله است. راسته گوساله. بله، گوشت نرم. بسیار خوب. قیمت اینا از چند شروع میشه؟ قیمت اینا از 120 شروع میشه تا 180. 120 هم خوردش است؟ بله خوردش. 180 هم دیگه بزرگش است. بله. خب یک 180 چند نفر سیر میکنه؟ معمولا کسی که ما اونجا خود زیاد میخوریم. ما شما شکر خدا واسه شکم خیلی شکم خیر بود. ببینید. یک نفر بیشتر سیر نمیکنه. یک نفر بیشتر سیر نمیکنه. خب یعنی 180 یک نفر خوب مکمل سیر میکنه. بسیار. کدام چیز جالبم براتون اتفاق افتاده در این مدتی که در این فست فود بودین؟ مشتری آمده باشه، خاطری جالب بوده باشه، یک اتفاق جالب افتاده باشه؟ متاسفانه تا حالی کنه افتاده ان شاء الله دیگه از بار که انتظار داریم بشه. بلکه بشه. یک خاطری جالب که بخیر لذت ببرین هر لحظه. بسیار زیاد تشکر لطف کردید. چند تا تصویر ببینید ما در خدمت شما خواهیم. چند قیمت؟ 180 داریم. 180 داریم. گوشت گوساله، چپس، سالاد، سس مخصوص داره. یک دونه گوشت گوساله با ما درست کنیم. خب. یک دونه برگر مخصوص حامد کابلی. خب برگر حامد کابلی. چند لحظه بشین داخل موتر خود سفارش میدیم بشین. باشه مشکلی نیست. خب این جریان سفارشگیری فست فود است. یک عزیز ما همینجا هستن. سلام علیکم. احوال شما خسته نباشین. بلند شوین که دیگه هم قد شویم، هم اسمت بفهمیم، هم کاروبار. اسم چی است؟ مصطفی است و مصطفی قاضی زاده یک از کارمندان حامد کابلی هستم. مصطفی قاضی زاده.
هم مصطفی هستی و هم قاضی زاده هستی. تخلص تخلص قاضی قشنگی داری. مصطفی جان چقدر وقت است که در این فست فود کار میکنی؟ 1.5 سال میشه اینجا. 1.5 سال. در 1.5 سال کار در این فست فود چی ها رو یاد گرفتی؟ انواع غذا زیادتر یاد گرفتم، غذاهای بریز یاد گرفتم، غذاهای که بیشتر جلب و جذب مشتری میشه زیادتر اون رو یاد گرفتم. خیلی ببین. همون چند نوع فست فودی که همینجا دارین دانه به دانه اونا رو برامون نام بگی کدام هست؟ پیتزا داریم، پیتزا گوشت مرغ داریم، انواع مختلف پیتزا. انواع پیتزا مختلف داریم، مرغ قاش داریم، مرغ گوشت پیتزا خاتون داریم، مخلوط داریم، زیادتر از پیتزا داریم. ولی بخش دونر داریم، دونر کباب داریم، دونر گوشت گوساله داریم، دونر گوشت مرغ داریم، دونر مخصوص هم کبابی داریم. بله. بخش سوخاری ما کنتاکی، فیله، بخش و دیگه کتف و بال، پشقاب سوخاری، دیگه بخش که چیز هم داریم، بخش برگر هم داریم، برگر ساده داریم. انواع مختلف از برگر از این صفر شروع تا به این صد. بله. خیر ببینید. یک وقت هم شده که در جریان کاربار همه قدر فشار سر زیاد شده باشه که تصمیم گرفته باشی که برادر دیگه من کار نمیکنم. پیش از اینکه رفیق ما جواب بده شما هم بر ما پاسخ را بدین حتما که آیا اتفاقی براتون افتاده که در جریان کار فشار از حد گذاشته باشه و تصمیم بری گرفته باشین که ما دیگه کار نمیکنیم؟ اگر چنین اتفاق براتون افتاده حتما بر ما یادداشت بنویسید. خب میشنویم تو اتفاق افتاده برات؟ از ما اتفاقی که بعضی موقع دیدیم این اتفاق واسه ما افتاده. بعضی گفته در جریان کار زیادتر کارا میبینیم از صبح که ساعت 7 میایم اینجا تا ساعت 10 شب 12 شب اینجا هستیم. بله. زیادتر موقع مشکلات برمیخوره تا مشکلات زیادتر برمیخوره که خسته میشه دیگه، سرباز زیادتر است که خسته میشه و نمیتونه بگیره. 100%. از کاربار راضی هستی در حال حاضر؟ انشالله خدا را شکر راضی هستیم. راضی هرچی نکنید وضعیت شرایط حال نگاه کنید تا شرایط دیگر فرق میکنه. شاید بگن در بازم خدا شکر راضی. بسیار عالی. شکر که رضایت داری و کاربارت خوب است. از 7 صبح میایین دیگه درست؟ 7 صبح میایین تا 10-12 شب. بله. یا تا هر وقتی که مشتری باشه. همین زیادتر موقعی که شب پنجشنبه شب جمعه زیادتر تا ساعت 1-1:30 هست. آرستی یادم شما نره که در داخل افغانستان معمولا پنجشنبه شبها یا روز جمعه میله و چکر زیاد است. دوستانی که در بیرون از افغانستان از جای همگیتان خالی ای کاش در جمع همه عزیزا میبودیم که میتونستین از فضای دلنشین و زیبای افغانستان لذت ببرید. تشکر از خودت خواجزاده صاحب، بسیار زیاد لطف کردی. ان شاء الله موفق باشید. تصاویر رو ببینید. ما در بخش دیگه از فست فود که غذاهای سنتی است میریم. جوان بسیار خوب و عزیزم در کنار ما هستن. هم سلام علیک میکنیم، معرفی میشیم و در رابطه با غذاهای وطنی، سمبوسه، بولانی و چیزهای دیگه خواهد پرسیدیم. سلام علیک، خسته نباشین، وقت شما بخیر. معرفی کنیم خدا به ما. واسیق جان هستم، یکی از برادران حامد کابلی هستم. در اینجا وظیفه انجام میدم. بسیار عالی. واسیق عزیز. سرپرستی دیگه حامد جان که نباشه، سرپرستی دست ماست. عالی است، عالی است. خداوند اتفاق نصیب کنه که در نبود یک برادر دیگه بتونه کارا را مدیریت کنه و او برادر هم دلش جمع باشه. حامد جان هرچند من از گذشته میشناسم اما دیر زمانی میشه ندیدیمش و از حال و احوالش هم خبر ندارم. خوب است ان شاء الله؟ الحمدلله. الهی شکر، الهی شکر. واسیق جان، فست فود حامد کابلی در هرات یک نام دیگه داره. بله. اکثریت مردم دوست دارن، میان غذا سفارش میدن. چطور شد که حامد کابلی با وصفی که تخلصش هم رویش از کابلی از ولایت دیگه میاد در هرات میاد و محبوب میشه و به اینی شهرت میرسه که اکثریت مردم روزانه ازش فست فود و غذا میگیره؟ دیگه والا ما اول تو بود اینجا سوپ تنها داشتیم. بله. سوپ داشتیم دیگه، حساب سوپ مشهور شدیم یکم. مشهور شدیم باز دیگه از اونجا شد که ما اینجا آمدیم از دولت غرفه را اجاره گرفتیم. بله. غرفه را اجاره گرفتیم، بعد از اون ما اینجا شروع کردیم به سمبوسه و سوپ و جرمن رول و بولانی و دیگه اینا را شروع کردیم اینجا دیگه به کار. بسیار دیگه بسیار عالی. اینی سمبوسه های آماده شده است که فقط نیاز داره بره به روغن. همین رقم است. بله. خب
ترکیب از سمبوسه ها رو بر ما بگوین که از چی چیز میسازین به قدر خوش‌طعم و خوشمزه میشه. دیگه ترکیب از یا کچالو است، دیگه سوزی است، دیگه بعض ادویه و مخلفات دیگه هم دارن. خود دیگه باز مخفی میشه خودتون راز از دیگه. مثل که بولونی ها اگر اینجا بیاین بولونی بخورین متوجه میشین که نسبت به سایر بولونی فروش ها یا سایر کاسبان شهر یک طعم بسیار عالی و خوبش داره و این دلیلش فقط این است که همون رازهای بین افرادی است که خودشان میسازن، یعنی همون طعمی را که به وجود میارن دیگه باز به دیگه کس نمیگن، راز باید راز باشن. بله. خیر ببینید. خب سمبوسه روزانه فروش چقدر است؟ چقدر میفروشین؟ تو یک آمار عمومی دارین از کار خود یا ندارین؟ بله دیگه در حدود 4000 تا 5000 تا سمبوسه در روزهای عادی ما میره در یک روز. ماشاءالله. دیگه و در روزهای جمعه که هست و زیادتر میره نسبت به دیگه روزهای دیگه زیادتر میره دیگه. این ماشاءالله خیلی زیاد است. در روز عادی وقت 5000 تا سمبوسه به فروش بره در کنار بولانی، جرمن رول و غذاهای فست فودی که خودش نشان دهنده همون علاقه مردم به غذاهای محلی است. بله. بسیار خوب. من با عنوان آخرین صحبت و آخرین حرف با شما میخوایم بپرسم که در اینی بخشتان چند نفر مشغول کار و فعالیت است؟ دیگه در این بخش ما در آشپزخانه که سمبوسه اوجا میسازن در حدود 10 نفر اوجا کار میکنن و در اینجا تقریبا 8 نفر در این قسمت در این بخش توزیعات و فروشنده اینجا تقریبا 8 نفر کار میکنن، یعنی مجموعاً 18 نفر. بعض وقتا که روزا شلوغ‌تر میشه و بعض دوستا را میگن که یعنی اینجا کار کرده بودن و اولم زنگ میزنه که کمکی میاد. کمکی میان اینجا و تعداد دیگه ماشاءالله زیادتر میشه، حتی به مو حالت هم دست دیگه کردن نمیتونیم ما. بسیار بسیار ان شاء الله در کار و بارتون خیر و برکت بیشتر و همیشه موفق باشید. زنده باشید، سلامت باشید. میریم سراغ سایر دوستا هم خود رفتیم ازشان میپرسیم در رابطه با کارشون و گفتن نمونه که از همون سوپی که حامد جان کابلی و برادرها شروع کردن هنوز هم موجود است. سوپ را هم میبینید و تصاویر دیگر هم شما ببینید. برمیگردیم. طعم‌های عالی غذاهای سنتی را میتونید در گردی پارک ترقی هرات پیدا بکنید و یگانه فست فودی یا هم غذا فروش محلی و سنتی که میتونه این طعم‌های واقعی غذا را برای شما بچشانه حامد کابلی است. امیدوار هستم که دوستانی که در بیرون از افغانستان هستین و این تصاویر را میبینین همچنان لذت ببرین و خداوند روزی را بیاره که دوباره بخیر به وطن برگردین و از زیبایی‌های وطن همچنان لذت ببرین. یک عزیز جوان دیگه در کنار ما هستن پر عرق و خستگی. اینی عرق ریختن یک لذت خاص داره. آدم بیای مردانه زحمت بکشه، کار بکنه، عرق بریزه به خاطر خانواده. امیر رقم است؟ بله. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. احوال شما؟ قربان. خوب هستین ان شاء الله؟ روزگار بخیر تیر میشه. الهی شکر. برامون معرفی کنین خدا و از کاروبار خود بگویید. اسم من صمیم کابلی است، یکی از کارمندان حامد جان کابلی میشه. بسیار عالی. صمیم جان کابلی یکی از کارمندا همینجا. بله. خیلی ببین. صمیم جان چقدر وقت است که در بخش غذاهای سنتی و محلی هستید؟ حدود 5 سال میشه که 5 سال. بله کارمند هستم. بسیار همین کارمندای با سابقه فکر میکنم در یک جایی که باز هم حقوق میره بالا هم اعتبار در همون زیاد میشه. همین رقم است. یعنی اگر خود صاحب کارا نباشه دیگه دلشان به اون کارمندای سابقه جمع است. همون گپ است. بسیار عالی. صمیم جان دیدم پیشتر که زیاد عرق ریختین و هوا میشه یک چیز نگفتن نمونه که هوا خیلی گرم است اینجا. خیلی گرم شده هوا. بالخصوص امسال در افغانستان هوای گرمی رو مشاهده بودیم. امیدوار هستم که این هوای گرم باعث نشه که جو زمین تغییراتی بیاید و ما به سال دیگه بدتر از این تجربه بکنیم. خدا به حال ما رحم بکنه. پای از این اجاق گازا بودن هنر میخواد. کار آسانی هم نیست پای از این اجاق گازا بودن. 7 صبح تا 12 شب. بله. چی رقم تیر میشه؟ حالا عادت کردین به موسیقی ها یا نه؟
عادت کردیم دیگه، برای ما بیخ عادی شده. عادی شده. بله. چی اینجا باشین چی نباشین تفاوت به حال عادی شده دیگه، حالا برای ما عادی شده. زمستان خو یک خوبی داره، پیشتر هم این مسئله رو تکرار کردم که کمک آتش و گرمی است. گرمی. اینی تابستان شما چی رقم میکنه؟ تابستان والا مشکل است دیگه، هواکش چالان است. هواکش دیگه یک ذره هوا گرم میباشه چون که به خاطر این هوا چالان میباشه. بسیار عالی. 3 تا چالان. ان شاء الله موفق باشین. بخیر باشید. سلامت. بیشتر روی چی تمرکز دارین و کارتون در اینجا بیشتر چی است؟ زیادتر کار ما همین سمبوسه پختن است، همین بولونی است، دیگه سوپ است، همراه جرمن رول است. جرمن رول، بله. سمبوسه و بولونی. بله. اینی 4 تا کار همیشه میکنین. بله. در این فسفیدی اگر بیاین شما یک چیز توجهتون رو جلب میکنه و او اجازه است بازش کنم؟ بله بس کن. و او اینی چکنی است. این برام سیرماس است. سیرماس یا چکنی سیرماس. چکنی سیرماس. اینی سیرماس ترکیبش چی است که خبر خوشمزه است؟ حداقل اگه دیگه ترکیبا رو نمیگین نمیره بکنین. یا این امراض است. میره خیره براتون میگم مشکل نیست. میره بکنین. امروز داخل از این سیر است، همراه ماس است، دیگه مساله است. بله. دیگه می چیزا است. و کمک هم مرچ است. بله، یک ذره مرچ خشک است. مرچ سرخ. اینا باز راز نگفتن. راز همون مساله است که مندازن خب. حال سیر اینایش خب همگی میفهمیم، مشکل نداره. ولی راز اون مساله است که نگفتن از مساله. به هر صورت سلیم عزیز موفق باشید. در روز روزگارتان برکت، در کارتان برکت، خداوند توفیق براتون بده که بتونین همین گرمی ها را تحمل بکنید. پیامتون گفتنیتون بر مردم ما در افغانستان، در بیرون از افغانستان چی است؟ پیام گفتنی ما می است که مردم زحمت بکشن، کار خود بکنن، یکی درس و تحصیل خود ادامه بدن. هم کار و هم درس تحصیل. اینی دو تا میتونه که خیلی کارا بکنه. خیلی کارا. اگر یک وقت در تحصیلات کار نشد میتونین زحمت بکشین از اون هنر خود کار خود استفاده بکنین. اگر یک وقت دیدین از کار چیز ساخته نشد از همون تحصیلات خود استفاده بکنین. تشکر سلیم. موفق باشین، لطف کردین. امیدوار هستم که از دیدن این برنامه لذت کامل را برده باشین و سپاسمند حضور شما خوبان هستم که تا ایدم همراه و بیننده ما بودیم. این بود گزارش امروز ما که تقدیم حضور شما کردیم به عنوان اولین گزارش از کانال یوتیوب هرات امید. نقد و نظر، پیشنهاد، تقاضای خود را همچنان با ما مطرح بسازید و در کامنت ها بنویسید. خدا نگهدار.